یک بیتی حافظ داره که گاهی اون اوائل کار برای من مفهوم نبود، ولی بعد به توسط عطار معنی شعر حافظ رو فهمیدم. حافظ میگوید که فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخون. علت این که میگه عشق ندانند، عشق دارند، دائم در عبادت هستند، حتی لحظه منفک از عبادت حق نیستند، اما دردمند نیستند. اما انسان وقتی که عاشقه دردمنده. دردمندیش چیه؟ درد فراق عزیزم. درد فراق کم دردی نیست. درد هجران، عطار گاهی از هجران ابدی سخن گفته. وصل به حق که کار آسانی نیست. این ره عشق است، ره حمام نیست. خیلی راه سختیه، صعب العبوره، خارستانه. این راه رو باید انسان عبور کنه.